познавшая всю Среднюю Азию, бесспорно оказала значение. بر سری کام میشیم یادم پیدا که دوست дам в пеше Культурное развитие Востока и всего человечества. Правительству Советского Союза стоят большие и ответственные задачи. و من وعده می‌دهم که به قدری که قوتم هست تا زندان خدمت خواهم کرد. تاریخ تحول و تشکل هر دولت به بزرگمردان به نام بزرگمردان گره می‌خورد. از جمله تاریخ تحول و تشکل تاجیکستان امروزه به نام نصرالدین مقسوم رحمت الله علیه گره می‌خورد و او یکی از بزرگترین شخصانی بودند که تلاش خود را سعی خود را صرف کرد تا اینکه اون زمان که روس‌ها مثلا تقسیم بندی به اصطلاح تبر تقسیم می‌کردند این آمد خدا رحمت کند نصیب تاجیکان رو تا میتوانست بزرگتر از اون کشیده گرفت. یعنی میتونم این شخص رو معماری تاجیکستان امروزه نام که سعی و تلاش این کس و البته اینجا شیرین شاه تیمور و دیگر شخصانی بودن که با این کس هم قدم بودن. اینها توانستند امروز خریطه‌ای که ما داریم همینا سازند. نصرالدین مقسوم سال 1881 در منطقه قراتگین میگفتن اون زمان بیکگری قراتگین و حالا هم نامش رشت است در دهه چشمه قاضی تولد میشود. پدرش لطف‌الله یک انسانی مولا دیندار دهقان بود و زندگی خودشون و یک مشقت و وزنی میگذارن چون اون زمانها خیلی بوج و خراجای وزنی بالی مردم بود خصوصا بالی دهقانا و اینا و نصرالدین فرزند همین عائله بود یعنی که مشقت و کلفت و وزنی های زندگی رو از همون قدم های اولی زندگی خودش چشیده بود و دیده بود یعنی زندگی کردن زیر اون چیزی امارت بخارا چی معنا داشت خوب میدونست و مادرش هم یک زن به نام شریف ما خیلی زن پارسا زن خدا ترس بود برای نصرالدین مقسوم کتابی اشعار یا غزل های بیدل عذاب میکنن غزل های حافظ عذاب میکنن گذشته از اون که تعلیم قرآن و این آم میداد و مقسوم 3 سال در مدرسه دینی منطقه قراتگین تعلیم میگیرن یعنی معلومات ابتدایی اون کس معلومات اولیه خود را در مدرسه دینی گرفته است. توی اگه ذهنت نامد سوال که گویی که چرا نامش مقسوم است مقسوم برای کی استفاده میشه است یعنی ببین خصوصا در منطقه جنوب خیلی بسیار استفاده میشه کلمه مقسوم در ما کمتر است مقسوم برای چی میگفتن برای اینکه تعلیم دینی را در مدرسه گرفته بود اون زمان غیر از مدرسه دینی هم هیچ چیز نبود اصلا خب معلوم میشه که قهرمان ملی ما قدم های اول خودش رو با آشنایی با دین خودش با دین خدایش با دین اسماعیل سامانی و دیگر بزرگان ما گذاشته است بنابراین این لقب کسب کردنش برای خاطری ملا بودنش برای خاطری مدرسه دینی تعلیم گرفتنش نه دیگر چون تا حالا این کلمه بسیارتر گفتم در مناطق جنوب استفاده میشد اصلا اصل کلمه مخدوم است یعنی عائله خدمت شونده یا که برای اون خدمت پیشکش شونده است عائله که برای اون مردم خدمت میکنن به سبب اهل علم بودنشون به سبب یعنی که مقام خاص داشتنشون در جامعه بسیارتر به فرزندای علما هم گفته میشد مثلا در جای ما به فرزندای علما یه نفر داشتیم در محله خود ما مقسوم میگفتن برای که بابای اون کس یک عالمی بسیار بزرگ گذشتگان در بخارا تعلیم گرفتگان و خیلی انسان با نفوذ بودن اما برای فرزندای اونها تا برای دامادشون هم کلمه مقسوم استفاده میشد برای اینکه از نسل اوناست و نصرالدین مقسوم هست از جهتی اینکه پدرش اهل این بود و باباش اهل این بودن و مثلا میبینیم که پدرش لطف‌الله هست پدرش اینه که بابایش شاه فاضل است و بابای بزرگش این شاه رحیم است خیلی که در نسب نامه ایشون آمده است خلاصه مقسوم بودنشون از اینجا است یعنی شاید این چیز بسیار آدم دقت نمیده نامشون نصرالله پسر لطف‌الله هست لیکن اینجا دیگه لقبی چی دارن مقسوم این نشانه دیندار بودن ایشون داره یعنی که هوای گم نزیست این چیزا ثبت شده است و رسما هم میگن که نصرالدین مقسوم از مدرسه دینی خارج شده است یعنی در همین محیط بود نصرالدین مقسوم بعد وقتی سن رشد میرسد تقریبا 15 16 ساله که مقسوم مجبور میشه برای تامین زندگی خانواده برود به سوی فرغانه چرا فرغانه چون که اون زمان فرغانه منطقه خیلی پیشرفته حساب میشه اگر بگیم که در این مناطق مثلا مناطق حاضر تاجیکستان حاضر حالا نظام فئودالیسم حکمران باشد
در اونجا کپیتالیسم بود، پیشرفته تر بودن، راه آهن آمده بود، بانک های روسی کار میکردن، پلیس خودش هم داشت، مکتب ها داشت، مکتب های که به شکل نو، تلگراف داشت، پشت داشت. ببینید اینا اونجا میرفتن برای پول کار کردن و رفت مخصوم رحمت الله علیه در زواد پخته کار کرد. زواد پخته، لیکن یک انسان کارگر عادی، یعنی بارکش. یعنی حاضر شاید بعضی از این چیز شرمشون میاد که من چقدر بارکش این کاری خیلی میکنم، لیکن بزرگان ما یعنی مردانگی رو از دست ندادن برای یک لقمه نان حلال کار کردن، حلال. با همین نان حلال به همین مرتبه بزرگ رسیدن، خدا رحمتشون کنه. خب روس‌ها اومدند و اون منطقه حاضر فرغانه و سمرقند و جیزخ و تاشکند و همین رو یک دولت ساختند و یک دولت کرده ترکستانسکی اوکروگ نام نهادند. اونا دیگر به واسطه تابع روسیه بود، حکومت روسیه بود. مثلا بخارا پروتکتورات بود، تابع بود، لیکن اینجا دیگه خاک روسیه حساب میشد. هر کی در مثلا سمرقند تولد میشد شهروند روسیه حساب میشد، هر کی در تاشکند تولد میشد شهروند روسیه حساب میشد. بخارا اینطور نبود. اکنون وقتی که سال 105 در روسیه شورش سر شد، به اصطلاح انقلاب سر شد تا 107 دوام کرد، در همین شورش ها نصرت مخصوم اشتراک میکنه. یعنی یک نورس، یعنی یک جوان وقتی اومد از یک محیط ذهنیت یک دهه برآمد و شهر دید و کپیتالیسم دید، دیگر جهان بینیش تغییر یافت. دیگر فهمید که فرق زندگی از اینجا تا اونجا چقدر است. ظلم امیر بخارا نسبت به که عاملای امیر بخارا در وطن خودش احساس میکرد و شروع کرد با همون حرکت‌های انقلابی همراه شدن و در اون یک کار پرتایی بود یا به همین معنا چیزی بود که نصرت مخصوم با اون شریک شد. بعد اون که من این چیز شریک شد رو از کار راندم. بله تظاهرات مثلا میتینگ رو در نظر دارم، از کار رانده شد دیگر. بعد سال 1920 جدیدها با کمونیست‌ها یک شدند و به بخارا هجوم کردند و امارات بخارا سقوط کرد. نصرت مخصوم رحمت الله علیه به وطن خود بازگشت و بدون تردید به همه حرکت طرفدارای نظام نو که خوشبین بود از آنها به همینا پیوست، یعنی به همه حرکت کمونیستی، چون در نظام اون بیکیگری و اون ظلم‌هایی که دیده بود بالی خودش و بالی پدرش و بالی مردم، دیگر از اون نظام هیچ خوشبینی نداشت. بریم به این نظام نو. میدونیم که ما چندها بارها تاکید کردیم که وقتی کمونیست اومدن به مردم وعده دولت مستقل دادن، به مردم آزادی دینی و آزادی وجدان و مسجد و مدرسه و هر چی رو داده بودن. بنابراین اینها هم اون وعده ها رو که شنیدن به اونها شامل شدن. و یادتون باشه یک برنامه داشتیم که گفتیم بعد از سال 30 بعد هجوم به دین و به مسجد و مدرسه شروع شد. یعنی 20 سال اول به مسجد و مدرسه کاردان نبودن اونا. بعد از سال 30 شروع شد. خب مخصوصا سال 20 یعنی همین که بخارا سقوط کرد به همین حزب کمونیست شامل شد. با امید آنکه اون خواسته های خودش و خواسته های ملت چه میتونه توسط اینها برآورده گردونه. بعد سال 21 و 23 بالای مخصوم یک بسیار امتحان وزن بالا سرش اومد. امتحان وزن چی بود؟ اون رو یک منصب وظیفه دادن که خیلی وظیفه حساس بود در اون زمان. چی بود وظیفه؟ وظیفهش نماینده کمیته اوضاع‌قواری جمهوری خلقی شوروی بخارا گردید. حالا اون زمان تاجیکستان و ازبکستان هیچی نیست. اون زمان منطقه تاجیکستان و ازبکستان حاضره و قسم از ترکمنستان نامش جمهوری خلقی شوروی بخارا بود تا سال 1924. خیلی دیگر میتونم گفت که اون زمان در امارات بخارا که گفتیم عبارت از تاجیکستان امروزی و از ازبکستان و جزء از ترکمنستان، دیگر جنگ ها بود بین همون کمونیستایی که آمده بودند و بین به اصطلاح باسمچی ها، یعنی که مدافعانی وطن اون زمان. و این سبب شد که بسیاری از مردم از خانمان خود محروم شدند، بسیاری از مردم هجرت کنند. خیلی از مردمی که ما می‌دونیم که دو بار هجرت بزرگ شده است. وقتی که روس‌ها آمدن مردم به شکل عمومی خیلی به سوی افغانستان گذشته رفتن، چون میگفتن که این کافر اومد ما رو مثل خودش کافر میکند. و هجرت اساسی بعد از سال 30 شروع شد. خیلی گفتیم که سال 30 وقتی دشمنی دین بودنشون رو آشکار کردن، باز یک موج هجرت دیگر به طرف افغانستان و اون طرف دیگر چین و این طرف مردم رفتن. یعنی که دو موج بزرگ هست در بعد از آمدن این کمونیستان. نصرت الله مخصوم رحمت الله علیه
یکی از کارهایی کردن بازگرداندن همین مهاجرا و پناهندگان بود. یعنی تو حتی میگن که با نماینده‌های همسایه کشور چی نوشتن، تلگرام نوشتن، این کردن تا اینکه قانع کنند از اون چند صد هزار نفری که هجرت کردن قسمی زیاد و نظررسی آنها رو به تاجیکستان بازگرداندن، یعنی که حالا با زمین اون زمان بخارای شوروی بازگرداندن. این یکی از اون دستاوردهایی که مخصوم کرد. چون که دیگر این باید این خانه ها رو پفته رفته بودن، زمین های کشتی رو پفته رفته بودن، آمدن اونها به فایده کار بود. باز همون ساحه خواجگی قشلاق و نمیدونم چیا باید ترقی میکرد، اونها رو از نو بازگرداندن برای همیشه. یعنی اقدام ایشان چی بود اینجا؟ گفتن که آنهایی که مثلا به افغانستان هجرت کردن اون زمان سالهای 20 یعنی 2021 با حکومت افغانستان در تماس شدن و این کمیته اجرایی که تحت راهبری ایشان بود به مردم عفو عام یعنی عفو عمومی اعلام کرد. خب امنیت جانی داد، برایشون امنیت کفالت داد، زمین های کشتیاری آنها رو برای آنها بازگرداند دادنش نیز کفالتش داد. خب و کمک های مالی برای آنها نیز داده شد تا اینکه توانند همون زمین خودشون رو کار کار کنند. این از خدمت های مخصوم است. میگن که مخصوم برای کمک فوری برای هر شخصی که از اونجا باز میگشت 1,510,000 روبل اختصاص کرده بود که این زمان خیلی پول کلان بود. هر شخص اومد یک مبلغ معین براش میداد تا اینکه تواند که همون زمین خودش از نو کار کند. این سیاست خیرخواهانه مخصوم در حقیقت ثمره خودش داد و سال 26 10,000 مهاجرانی که به افغانستان رفته بودند به وطن بازگشتند. مرحله دیگر بسیار مرحله حساس است. این مرحله همون تبر تقسیم است به اصطلاح رحیم معصوف. تبر تقسیم آسیای میانه که این اول این چیزا غربی ها کرده بودن در اروپا، در اساس ملت ها و دولت ها رو تقسیم کردن. چون پیش از این اروپا از چند امپیر مثل تشکیل امپری بریتانیا، امپری آلمان و فرانسه و اینا که خیلی ملیت ها رو زیر خودش میگرفت. بعد آمدن دیگر عصر 18 شروع کردن یا 19 شروع کردن به تقسیم کردن در اساس ملیت و آمدن در آسیا میانه زمین چیز خواستن تجربه کنن. و این یکی از اینکه پرشوبترین ایام برای این قهرمان ما نصرت الله مخصوم رحمت الله علیه است که سالهای 24 و 25 بود. در اون زمان خیلی تلاش ها بود برای خاطر این منطقه را ناعادلانه تقسیم کنن و مخصوم خیلی سعی و تلاش کرد تا اینکه چه گفتیم نصیبی زیادتری برای مردم خودش از اون تقسیمات کنده گیرد و با خیلی نیروهای روبرو شد، با خیلی نیروها دست به گریبان شد تا اینکه تواند این قطعی که امروز ما داریم، این وطنی که عزیز داریم، همین چیزا برقرار کند و به اصطلاح گفتیم معمار آن وطن شود. آسیای میانه عبارت از جمهوری اتونومی شوروی ترکستان، اون که گفتن که فرغانه و تاشکند دو قسم از ترکستان، قسم از اون قزاقستان اون بودن. دوم از جمهوری خوارزم بود، سوم از جمهوری خلقی شوروی بخارا بود. لنین سال 1920 چقدر که باشد یک دکرت برآورد که گفت اینجا سه دولت تقسیم کنه، گفت ترکمنیه، ازبکیه و قرقیزیه که قرقیزستان در نظر دارد اون قزاق هر دوش یک جای. این روند البته برای ملت تاجیک یعنی که یک روند بسیار خطرزایی بود که موجودیت تاریخی تاجیک زیر سوال میبرد. اینجا دیگر قهرمانی، اینجا دیگر مردها دیگر معلوم میشه، دیگر معدن خودش انسان نشان میده در این حالت و این قهرمان ما نصرت الله مخصوم رحمت الله علیه دیگر تلاش خودشون بین اونها نشستن، با اونها دست به گریبان شدن و وجود و هستی تاجیک رو با دلیل های رد نشونده اثبات کنن برای اونها. یعنی ببین چیز جالب است، نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شتیمار، چنار اماموف، عبدالقادر محی‌الدینوف، اینا وقتی این ناعادلاتی ها و تبر تقسیم رو دیدن به جسارت تام به یوسف استالین نامه نوشتن و بیان کردن که ما اینجا از دیگر کیهان آمدگی نیستیم به معنای حاضر گیریم، ما اینجا مردم اصلی حساب میشیم، ما تاریخ دولت داریم و 1000 سال ها هست و با یعنی که به استالین یعنی بود قانع کرده توانستن که اینجا ملتی هست که منافعش پایمال شده است، باید ملت یعنی که ملت دولت خودش داشته باشه. ببین اول باید که سه دولت تشکیل میشد. وقتی که اینها دیگر نویس کردند و استالین نامه باران کردن به اصطلاح، اونها دیگه مجبور شدن اقلا جمهوری خودمختاری تاجیکان تشکیل کنند.
در هیئت ازبکستان. و اینجا دیگر نصرالله مقصود میبینیم که رفکوم همون، یعنی که رئیسی کمیته انقلابی آن تعیین میشه، یعنی که یکمین به اصطلاح یکمین رئیس تاجیکستان همین نصرالله مقصود رحمت الله علیه میشه. چرا؟ چون این بعد خط و سواد روسیه هم داشت. شریف در فرغانه آمد اونجا دیگر زیر حکومت روسیه پادشاهی بود. این آدم فقط با همون بارکشی مشغول نشد، زبان آموخت، خوندن آموخت، بلد شد. یعنی در سیمای او تمام همون چیزی که برای رهبریت وجود دارد، اون کاریزما وجود دارد، در سیمای نصرالله مقصود دیده میشد. بنابراین اولین شخصی که تعیین شد نصرالله مقصود بود. یا جتا میخواستن که این دورتر در اون دوشنبه در یک دهه دوشنبه رو اینجا قصراشون رو گرهنگ نکنن به اصطلاح، چون این خیلی ناممکن است برای اونها که باید که چی شود. اینجا یعنی که ما مردم قدیمی هستیم، ما دولت داریم، ما دیگر ادبیات و فرهنگ و اینا. خب وقتی که جمهوری اتونوم شد تاجیکستان، جمهوری مختار در هیئت ازبکستان شد، گفتم مقصود خیلی تلاش کرده بود و مقصود وقتی رئیس رفکوم تعیین شد، اولی رئیس تاجیکستان تعیین شد، مقصود میدونست که از دور ایستاده، یعنی تاشکند بود پایتخت، نمیتونست دوشنبه را اداره کند همچون رئیس جمهوری خودمختار تاجیکستان. باید کجا میرفت؟ دوشنبه. مقصود 3 فوریه 1925 از تاشکند کوچ بسته به دوشنبه میآید. میاد یک ویرانه دوشنبه که یعنی بعدا استالین آباد نام میگیرد، از چند دهه عبارت است. اونجا بازار میدونین که بازار بوده پیشتر. روز دیگرش 4 فوریه 1925 در همین مکان اعلامیه تأسیس جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان را به طور رسمی قرار میکنه. یعنی تصور کن این خیلی زمان مشکل بود، یعنی مرحله خیلی مشکل بود که یعنی در 10 سال مثلا یا اینکه 5 سال جنگی که بود اونجا اقتصاد تمام فرو پاشته بود. پایتخت هم یعنی یک تنها مجموعه از چند دهه عبارت بود. دوشنبه، اطراف دوشنبه، مثلا مثل سمرقند و بخارا، مثل تاشکند و مثل فرغانه شهرهای بزرگ حساب نبودند، یعنی دهات بود اونجا. این بنده خدا آمد همونجا دولت تشکیل کرد، همونجا رو پایتخت مثلا اعلام کرد. و پس از آمادگی طولانی 1 دکبر 1926 نخستین انجمن مؤسسان شوراهای کارگران و دهقانان و عسکران سرخ در تاجیکستان برگزار می شود. سهم برای تشکیل و ساختن اداره محدود نمیشد. یک نگاهی عمیق داشت مقصود رحمت الله علیه، یک نگاهی تاریخی داشت به آینده و دولت داری و هویت ملی و غیره. ببینیم که سال 25 او نماینده افتخاری جمعیت برای آموزش تاجیکستان و قوم‌های فارسی زبان بیرون از آن تعیین می شود. این عملش گواه می‌دهد و این تلاش‌های او گواه بر آن است که مقصود رحمت الله علیه برای بنیاد جمهوری در عین زمان مبارزه برای ثابت ساختن حق تاریخی و حق علمی و حق فرهنگی تاجیکان برای بقا در صحیفه روزگار بود. مقصود رحمت الله علیه به این چیز اکتفا نکرد، یعنی که دست کشاده ننشست، بلکه تلاش کرد تا اینکه تاجیکستان جمهوری کامل حقوق شود. بنابراین نوشتن به مسکو ادامه دادن، اینو شیرین شاه شاهتامیر و چنار امام و دیگران. و در نتیجه چه شد؟ سال 28 اونا باز این پرونده رو باز کردن، پرونده تقسیمات را، و موفق شدن که سال 1929 تاجیکستان جمهوری در هیئت اتحاد شوروی اعتراف شد که این یکی از بزرگترین دستاوردهای مقصود حساب میشه. یعنی 15 اکتبر سال 1929 انجمن 3 فوق‌العاده شوراها تشکیل شد. نصرالله مقصود با سربلندی معروضه میکرد و در اونجا یعنی معروضه تاریخی خودش را برای مردم عرض کرده، تأسیس جمهوری شوروی تاجیکستان را، شوروی سوسیالیستی تاجیکستان را به سمع حاضرین رساند. و یک جمله عجیب هم میگه اونجا که این میگه بدایت کار است. یعنی این گپ خیلی معنای عمیق داره. این بدایت کار است، یعنی اون دیگه نقشه‌های آینده داشت، لیکن دشمنان دیگه براش چی ندادن، فرصت ندادن. این چین در اینفراستراکتور خیلی کار کرد. ببینید یعنی بودش چند سال کار کرد، خدا رحمت کنه، تا سال 33 تقریبا، از اون سال 20 که آمده باشد یا سال 21 23 آمده باشد، سال 24 تعیین شد همچون رفکوم 9 سال کار کرده است. لیکن در اینفراستراکتور خیلی کار کرد، چون که در شهرهای بزرگ که بود دیده بود امکانات شهرهای بزرگه، میخواست به تیزی تاجیکستان در این مرحله داخل شد و تیز پیش رود. برای این تمام نیروهای خودش برای صرف آزادی و آبادی وطن کرد.
و ساختمان‌های بزرگ در نظر گرفت. یعنی میخواست که کشور از بنبست جغرافی بیرون کشد. چرا بنبست جغرافی میگم؟ برای اینکه تاجیکستان 93% کوهستان است که این خودش یک نمود بنبست جغرافی است. این طرف رفتن مشکل است. بنابراین برای رهاندن جمهوری از این چیز خیلی کار کرد و در اگر صنعت نیز چی کرد، تلاش خود چه کرد. بنابراین اولین کاری کرد این راهسازی بود. راه آهن دوشنبه ترمیزم، یعنی که با فشار او نخستین به راه انداخته شد. این چین راههای ماشینگرد بین کولاب و بدخشان و رشت و اینا و دوشنبه در زمان همین نصرالدین مخزوم ساخته شد. بگذار به شکل بدایی باشد، یعنی شاید اسفالت نبود لیکن راهها را اقلا هموار کردن برای اینکه اقلا ماشینا رفت و آمدتانند، یعنی ماشینای میده میکنن. مثلا آبیاری رو در وادی‌های حصار و در وادی وخش به راه انداخت. حالا این چیزی که برای شما معرفی میکنیم در آخر شاید ما درک میکنیم که چرا مخزوم اعدام شد. خدا رحمت کنه. مخزوم در اداره ملک مردی واقع بین و مردی عادلی بود. هرگز کورانه از فرمانهای بالا، نامه‌روای بالا اطاعت نمیکرد و در انجمنها، در مجلس‌هایی که میشد پیوسته تاکید میکرد که باید شوراهای محلی تقویت یابند. شوراهای محلی خب راه ساخته شوند، مردم به اداره دولت جلب کرده شود و غیره. بنابراین اختلاف اساسی او با راهبر مسکو در همینجا آغاز میشه که او تطبیق خشک و کورکورانه بیرحمانه مبارزه صنفی را در شرایط تاجیکستان مخالف بود. مبارزه صنفی چی است؟ یعنی که همون چیزی که کمونیستان می‌خواستن بیان بویا نیست کنن، مولای نیست کنن، پولدار و ثروتمندان نیست کنن، همه را برابر کنن به فکر خودشون. میگم این چیزی کورکورانه که در شما در ما تطبیق کرده نمیشه. تو میگن که مثلا در روسیه برای محو ثروتمندان سیاست کلاک کنی شروع شد. گولاک میگن اونو. Полион за народ до конца. Полион за врагов народа. Есть такие люди, и есть такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков. Сами знаете, товарищ, семья не без урода. اینو نرم بردن زندان میکنن، مال ملکشون مصادره میکنن. مخزوم این چیز نمیخواست که در تاجیکستان جاری کنند. اون با اون شکلی که اونها جاری میکنن، هر بیچاره قبل بوده زندان کردن یا بوده پروندن یا این کردن. مخزوم این چیزی دیدن که تا حتی میگن که نمونه برجسته عدالت پروری مخزوم در سفر خوشندش هویدا میگردد. چه خیلی میشد هنگام بازپرسی و میبینه که میفهمد که کارمندان OPGU، یعنی که اون زمان کارمندان امنیت، مردمان بیگناه بسیار به تهمت و پرونده‌های ساخته و به این اون زندان میکنن. یعنی وقتی مخزوم این بیدادی دید، این بی‌عدالتی دید، دستور داد که هر پرونده‌ای که ساخته و بافته هست اونا کنار بگذارید، صاحبش آزاد کنید و اعدام به تطبیق کنید. اگر شخصی است که در حقیقت اثبات شده براش. بنابراین این چیز برای اونایی که در مسکو بودن معقول نبود، چون که اونا می‌خواستن که چیزی اونو از بالا میاد باید به تطبیق شود، خود درست باشه خود نادرست باشه. و این سیاستی یعنی که نیم مستقلانه‌ای که مخزوم پیش گرفته بود برای اونها معقول نبود. و این شخصانی بودن که البته جای مخزوم چشم علا کرده بودن از داخل تاجیکستان. اونها مخزوم سیاه کردن که رفیق استالین این مخزوم مثلا کارو چیزای شما سیاسی شما رو پر دستگیر نمی‌کند، این اون برجوازا و نمیدونم که رو دستگیری دارد، اونها رو از پرونده آزاد میکنند و اینا. دیگر وقتی که نام‌ها پیام میروند تاثیر میکنه در بالا. همین سبب میشه که مخزوم به برجواز ملتگرایی تهمت کنه. بنابراین 14 نوامبر سال 33 کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان قرارنامه به ضد او قبول میکنه و با همین نمیتونستن که مخزوم یک بار گیرند و برند اعدام کنن. یعنی یک مرحله او رو به اعدام سوق میدادن.